نقل از شیخ الاسلام رحمت الله علیه هست در منهاج السنه و در مجموع فتاوا هم آمده است، گفتند که ولیعلم انه لیس احد من الائمه المقبول عند الامه قبولا عاما یعتمد مخالفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شیء من سننه. خوب بدان که یگان نفر از امام های معتمد، اون امام هایی که الله تعالی برایشان قبول آن لغت است، مانند امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، این شخصیت هایی که الله تعالی قبول آن داده است بر تمام مسلمان ها، این خوب دانید که هیچگاه اینها قصداً و مخالف پیامبر صلی الله علیه و سلم فتوا نمیدن، هیچگاه دیده دامیسته بر خلاف حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن نمیکنند. دقیق ولا جلی، نه که در کارهای بزرگ نه در کارهای معیده، هیچگاه یدون ذره قصداً خلاف پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن نمیکنند. فإنهم متفقون اتفاقا یقینیا علی وجوب اتباع رسول صلی الله علیه و سلم. اونها اتفاق کردن، تمام علمای اسلام اتفاق کردن، اتفاق یقینی، بسیار اتفاق یقینی، عمیق، دقیق، که هیچگاه واجب است. گفتم به چی اتفاق کردن؟ با اینکه واجب است پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمان دادند یا یک سخن را گفتن، واجب است که در همون اعتقاد باشیم و همون سخن را اجرا کنیم، برای همه حتمی هست. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه، لیکن از یکی از علمای معتمد، اون علمایی که الله برایشان قبول آن داده است، مانند امام بخاری و ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد و دیگران، عالم هایی که الله برایشان قبول آن داده است، از یکی آنها یگان سخنی بیاید که خلاف حدیثی صحیح باشد، فلا بد له من عذر فی ترکه، عمیق در اینجا یک عذر اونها دارد. برای چی سخن امام مالک به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم زید آمد، یا سخن امام احمد به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم زید آمد؟ اگر رفت و زید بیاید، عمیق که آنها در این سخنشان عذر دارند، معذور هستند. در کتاب رفع الملام عن ائمه الاعلام، رفع ملامت از امام های بزرگوارها